قدم یا انگیزه برای بهبود سلامت روان. اکثر مردم می‌دانند چگونه از سلامت جسمانی خود حمایت کنند. برای مثال از طریق یک رژیم غذایی سالم یا ورزش روزانه. همچنین به خوبی شناخته شده است که یک محیط سالم و یک محیط کار خوب برای سلامتی ما مفید است. از سوی دیگر سلامت روان به ندرت در میان مردم سوئیس مورد بحث قرار می‌گیرد و افراد دارای سابقه مهاجرت به همان اندازه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بسیاری از ما دستورالعمل‌هایی برای مقابله با بحران‌ها داریم و می‌توانیم با استرس‌های روزمره کنار بیاییم. با وجود این ممکن است سوالاتی پیش بیاید که پاسخ به آنها دشوار است. وقتی به نظر می‌رسد همه چیز از کنترل خارج شده است، چه باید کرد؟ علامت هشدار دهنده سلامت روان چیست؟ چگونه تعادل بین کار و خانواده را حفظ کنم؟ آیا من در آستانه فرسودگی شغلی هستم؟ از کجا می‌توانیم مشاوره و راهنمایی پیدا کنیم؟ اینجاست که اطلاعات و آگاهی 10 قدم یا انگیزه برای سلامت روان به وجود می‌آید. بنشین و استراحت کن. خودتان را بپذیرید. هیچ کس کامل نیست. پذیرش خود یعنی شناخت و استفاده از توانایی خود و دانستن آنچه شما را خوشحال می‌کند. شما باید بتوانید بدن خود و سیگنال‌های آن را آگاهانه درک کنید و از آنها امنیت کسب کنید. شما باید احساسات خود را بشناسید و بنابراین تصمیماتی بگیرید که برای شما خوب است. شناخت نقاط قوت و توانایی خود به شما کمک می‌کند تا بتوانید اشتباهات و ضعف‌های خود را به عنوان بخشی از خود بپذیرید. مراقبت از خود یعنی فکر کردن به خود، حتی زمانی که دیگران آن را دوست ندارند. این دقیقاً به شجاعت نیاز دارد. به محدودیت‌های شما توجه کنید و احساس کنید چه چیزی برای شما خوب است و چه چیزی برای شما مضر است. سکوت را بشکنید و گفتگو را شروع کنید. صحبت کردن در مورد چیزها، گوش دادن، ترتیب دادن، شفاف سازی، مشارکت کردن و بیان آنچه شما را خوشحال می کند. این به کاهش تنش و فشار کمک می کند. برای کسانی که آسیب دیدن، همیشه آسان نیست که آشکارا در مورد نگرانی‌های خود صحبت کنند. اما اگر جرأت می کنید با افراد دیگر در مورد مشکلات خود صحبت کنید، این اغلب منجر به دیدگاه‌ها یا راه حل‌های جدیدی برای هر دو طرف می شود. این طبیعت انسان است که در شادی‌ها و غم‌ها سهیم باشد. یک مشکل مشترک نیمه حل شده است. فعال بمانید و زندگی خود را به حرکت درآورید. ورزش بدنی تعادل ارزشمندی برای حل زندگی روزمره پر استرس، پر مشغله و بیش از حد تحریک شده است. اما ما کمتر و کمتر حرکت می‌کنیم. قانون سرانگشتی این است: شما باید حداقل 2.5 ساعت در روز را صرف اطمینان از حرکت بدن خود کنید. این می‌تواند دوچرخه سواری، رفتن به تناسب اندام، پیاده روی یا دویدن یا حتی کشش بدن باشد. فقط کارهایی انجام دهید تا تمام بدنتان به حرکت درآید. یادگیری و کشف چیزهای جدید. یادگیری چیز جدیدی به معنای رفتن به یک سفر اکتشافی است. شما را از زندگی روزمره خارج می کند. انگیزه جدیدی به خودتان می دهد و عزت نفس شما را افزایش می دهد. کسانی که مایل به یادگیری چیزهای جدید هستند، همچنین نشان می دهند که می خواهند بیشتر پیشرفت کنند. شخصی و به صورت حرفه‌ای، یادگیری فقط یک موضوع ذهن نیست، بلکه لازمه تمام حس‌های ما از اندام‌ها است. هیچ وقت برای امتحان کردن چیز جدید دیر نیست. با دوستان در تماس باشید و برای دوستی ارزش قائل شوید. با دوستانی که به آنها اعتماد دارید و با آنها آشنا هستید، می توانید در مورد همه چیز صحبت کنید. چیزهای صمیمی باید بین دوستان باقی بماند. بدون اینکه به دوستان خود فشار بیاورید، می توانید انتقادات مثبت را نیز بپذیرید و همچنین در مواقعی که آنها به شما نیاز دارند، کنارشان باشید. آرامش قدرت جدیدی ایجاد می کند که خود آرامش ایجاد می کند. ذهن ما دائما جریانات درونی، تصاویر، افکار، وضعیت آشفتگی مداوم را پردازش می کند. بنابراین مهم است که مراحل فعال با مراحل آرامش و بهبودی دنبال شود. وقتی آرام هستیم احساس خوبی داریم، آرام و بیدار هستیم. اگر آرامش داشته باشیم می توانیم خود و دیگران را بهتر ارزیابی کنیم و در آرامش تصمیم بگیریم. آرامش را می توان در همه جا یافت و تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد.
می توانید به موسیقی گوش دهید، یوگا انجام دهید، نقاشی کنید، پیاده روی کنید و بسیاری موارد دیگر. کاری را انجام دهید که به شما احساس آرامش و شادی می دهد. کمک بخواهید، حتی اگر شجاعت بخواهد. کمک خواستن نشان دهنده قدرت است، نه ضعف. افرادی هستند که اگر به آنها اعتماد کنید می توانید به شما کمک کنند. شما اجازه دارید کمک بگیرید و هنوز احساس نمی کنید که یک فرد ضعیف هستید. کمک خواستن نیز به معنای نشان دادن اعتماد است. بنابراین می توانید دوباره فعالانه عمل کنید و احساس درماندگی نکنید و تحت تأثیر احساس‌ها و نگرانی‌های خود نباشید. در یک موقعیت استثنایی خاص، تمرکز بر توانایی‌های ضروری و گزاری وظایف و درخواست کمک بسیار مهم است. این مستلزم اعتماد به خود و اعتماد به دیگران است. از ما کارهای خلاقانه انجام دهید. خلاقیت در همه چیز هست. بسیاری از مردم آرزوها، ترسها و افکار زیادی را ادامه می‌دهند و بر خود دارند که نمی‌توانند آنها را در قالب کلمات بیان کنند. از طریق طراحی خلاقانه مانند نقاشی، ساخت موسیقی، صنایع دستی، آشپزی، چیدن گل و بسیاری موارد دیگر می‌توانید احساسات خود را بهتر بیان کنید. خلاقیت تعادل در تنش‌ها را ایجاد می‌کند، تنش‌هایی که ما را محدود می‌کنند. با خلاقیت احساس آرامش می‌کنید و قدرت می‌گیرید. شرکت کنید و مشارکت کنید. انسان موجودی اجتماعی است. عضوی از یک جامعه بودن یکی از مهمترین تجربیات زندگی است. جامعه از ما شجاعت می‌خواهد. مشارکت یعنی کمک به خواسته‌ها، علایق، توانایی‌ها، ترس‌ها و امیدها به چیزهایی که برای شما و دیگران مهم است. زندگی در یک جامعه همچنین به این معنی است که شما از طریق دوستان نزدیک خود احساس حمایت می‌کنید. می توانید به باشگاه‌ها و کلاب‌ها، گروه‌های اجتماعی بپیوندید. در مهمانی دوستان شرکت کنید و اگر گروهی دارید، یکی را سازماندهی کنید و مردم را دعوت کنید. تسلیم نشو. یاد بگیرید که با بحران‌های زندگی کنار بیایید. پردازش عاطفی یک شوک، غم و اندوه و رویدادهای آسیبزا به زمان نیاز دارد. بنابراین مهم است که این زمان را صرف کنید و در شرایط بحرانی آن را به دیگران بدهید. اگر به نظر می رسد هیچ چیز دیگر جواب نمی دهد، خوب است که روی ریتم حیاتی، تغذیه، تنفس، خواب، ورزش تمرکز کنید. شما مجبور نیستید به تنهایی از این مسیر عبور کنید. شما حق دارید در شرایط بحرانی از کمک حرفه‌ای بهره مند شوید و کمک بپذیرید. آیا به اطلاعات بیشتری در مورد سلامت روان نیاز دارید؟ مسائل بهداشت روانی شما را در معرض معرفی قرار نمی دهد. لطفاً قول دهید که همیشه به یاد خواهید داشت که شجاعتر از آن چیزی هستید که فکر می کنید و قوی‌تر از آنچه فکر می کنید. همچنین شما را به یادگیری دعوت می کنیم در مورد اینکه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سلامت روان به وبسایت زیر مورد